بازارهای افغانستان از جمله کابل هر لحظه شلوغ‌تر می شود. ماه میهمانی می رود، عید می آید. آمدن رمضان و هم رفتن رمضان خوشی است. ما به آمدنش به خاطر پاک کردن گناهمان خوشحال هستیم و به رفتنش به خاطر پاک شدن گناهمان. مردم افغانستان چند روزی است به استقبال عید سعید فطر رفتند. از خرید لباس‌های تازه تا میوه‌های خشک. بریم به خاطر عید کالا عید بگیرم. چی می‌خوایم بگیرین برای عید؟ لباس‌های عید به خاطر عید از سعید فطر است. آنهایی که در این بازار توان مالی خوبی دارند 3 دست لباس رنگارنگ برای 3 روز عید می‌خرند. و 3 روز عید 3 رنگ لباس می‌خرند. جداگانه، البته کسایی که وضع داشته باشه. شلوغ‌ترین بازار میوه‌های خشک و تنقلات است. سیمیان که از آرد نخود و فلفل تهیه می‌شود معمولاً در سر سفره عید مردم افغانستان به چشم می‌خوره. بسیار دیگه لذیذ است، بسیار خوبش. لحظه‌ای باران می‌آید، بازار خلوت می‌شود. وارد یک قنادی می‌شوم. دست کم 30 نوع شیرینی خشک دست مردم می‌دهد. شو روز پخته کردن است. یک تایم شو کار می‌کنیم، یک تایم روز. خیابان‌ها دوباره شلوغ می‌شود. به قول مردم افغانستان مقبوله. حسن نظر شماست. بازار خیاطان و کفش فروشان هم این روزها حسابی شلوغ است. تولید افغانستان. تولید افغانستانه، بله، افتخار وطن ما. و اما بخش دوم برنامه‌های مردم افغانستان برای عید سعید فطر پس از خواندن نماز عید شروع می شود. از دیدن بزرگان تا سفر به نقاط مختلف کشور. یقین کو قرض میکنم مگه عزت میهمان خود میکنن. اگر نداشته باشه پیسه را قرض میکنم مگه عزت میهمان خود میکنن. با این حال با وجود شلوغی بازارها مردم افغانستان پس از یک دور جنگ طولانی این روزها اوضاع مالی خوبی ندارند. والا دیگه جیبا خالی، کیسا خالی از دیگه برنامه بی پول میشه نمیشه. اهمیت عید سعید فطر در افغانستان به اندازه‌ای است که حتی در سالهای گذشته در حالی که افغانستان در اوج درگیری‌ها قرار داشت، طرف‌های درگیر داوطلبانه صلح می‌کردند و به جشن می‌پرداختند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.